رفقای عزیزم سلام. امروز اومدیم با فصل چهارم از مبحث چهارم با عنوان مقررات کلی ارتفاع و مساحت مجاز ساختمان‌ها. کلیات رعایت مقررات این قسمت در مورد حداکثر مساحت و ارتفاع مجاز ساختمان‌ها از لحاظ تامین اهداف این مبحث الزامیه، چنانچه در هر طرح توسعه و عمران شهری مصوب محدودیت‌های بیشتری برای ارتفاع و مساحت تعیین شده باشه، اون مقادیر در حوزه طرح مذکور ملاک عمل قرار میگیره. در صورت طراحی اتاقک آسانسور و خرپشته بر روی بام، محل استقرار این مجموعه حتی به وسط پلان ساختمون انتقال داده بشه تا تاثیر اون بر نما حداقل باشه. ضوابط خرپشته ساختمان‌ها مندرج در مقررات طرح‌های توسعه شهری لازم و رایج است. در بافت‌های شهری تاریخی محدودیت ارتفاع و اندازه‌های بنا باید طبق ضوابط مورد تایید سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری در نظر گرفته بشه. محدودیت کلی مساحت و ارتفاع مجاز گروه‌های ساختمانی. حداکثر ارتفاع مجاز گروه‌های ساختمانی بر حسب تعداد طبقات اونها از نظر این مبحث مطابق مقادیر تعیین شده در این قسمت است، مگر آنکه به دلیل شرایط خاص اقلیمی و یا نوع تصرف یا ساختار بنا مقادیر دیگری برای ارتفاع مجاز ساختمان‌ها در طرح‌های مصوب توسعه و عمران شهری یا در مقررات اختصاصی تصرفات تعیین شده باشه. یه قسمت هم داریم توی مبحث سوم که دقیقا همینو داره میگه. مورد الف در گروه‌های ساختمانی 1 و 2 و 3 در یک طبقه در ساختمان‌های دارای زیرزمین با پنجره نورگیری از نما. اگه حالا ویدیوی قبلی رو ندیده باشین توصیه میکنم بریم ببینین. در مورد همین گروه بندی یک سری نکاتی رو در قالب یک تصویر توی ویدیوی قبلی گذاشتم، بریم ببینین و دانلودش کنین. خیلی جالبه، خیلی مناسبه برای شما. بریم ببینید و دانلودش کنین. خب من اینو دیگه نمیگم دیگه، چون توی قسمت قبلی هم گفتم و کامل شده اینا رو داخل همون قسمت قبلی گذاشتم. بریم ببینید و دانلودش کنید. ارتفاع و مساحت مجاز بر اساس گروه‌های تصرف. ارتفاع و مساحت تصرف‌ها باید بر اساس نوع ساختار و وضعیت استقرار ساختمان در زمین با محدودیت‌های تعیین شده در مبحث سوم از مقررات ملی برای گروه‌های تصرف منطبق باشد. محدودیت‌های مساحت ساختمان بخشی از ساختمان یا فضا بر پایه سطح تصرف مورد نیاز به ازای هر نفر واحد سطح تصرف که در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان تعیین شده محاسبه میشه. افزایش مجاز ارتفاع و مساحت این هم مبحث سوم هست و این هم همینطور. مبحث سوم و چهارم به هم دیگه متصل هستن. اگه میخواین مبحث سوم و چهارم رو با هم بخونین توصیه میکنم که با هم بخونین. بندهای این دوتا مبحث رو به هم دیگه متصل کنید. افزایش تعداد طبقات و مساحت ساختمان‌ها بیش از حداکثر مجاز تعیین شده در بند 4 1 2 2 اینجا نوشته مجاز نیست، مگر آنکه علاوه بر عکس مجوز شهرداری و انطباق با ضوابط توسعه و عمران با شرایط تعیین شده در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان برای افزایش مجاز آنها در برخی تصرف‌ها انطباق یابد. مساحت میان طبقات که توی صفحه 17 صفحه 53 و مبحث سوم صفحه 45 در مورد مساحت میان طبقات صحبت شده. کلا میان طبقه ها رو توضیح داده یا مساحت و ابعادش رو توضیح داده. میان طبقات در صورت انطباق با تمام شرایط زیر جزء اتاق یا فضای زیرین خود محسوب شده و مساحت اون به عنوان بخشی از مساحت اتاق یا فضا قابل محاسبه است. چنین میان طبقه‌ای نباید در اعتصاب تعداد طبقات مجاز ساختمان منظور شوند. الف اندازه‌ها ارتفاع و مساحت میان طبقه به تنهایی با حداقل الزامات تعیین شده برای یک اتاق یا فضا با تصرف فضای مرتبط با آن منطبق باشد. ب سایر الزامات تعیین شده در این مبحث و سایر مباحث مقررات ملی ساختمان از جمله برای نورگیری، تهویه ایمنی بهداشت، گرمایش و سرمایش مناسب در اون رعایت شده باشد. که مساحت میان طبقه از 1/3 مساحت زیربنای
فضای زیرین اون بیشتر نبود. در صورت عدم انطباق مشخصات میان طبقه با الزامات مذکور یا همین این کتابند، جزء اتاق یا فضای مربوط به حساب نیومده و باید هر دو به عنوان فضای مستقل تحت تصرف‌هایی در نظر گرفته بشن که با مجموعه الزامات اون تصرف انطباق دارن. الزامات ارتفاع و مساحت طبقات در زیرزمین. در صورت استفاده از زیرزمین به عنوان فضای اقامت یا اشتغال در انطباق با الزامات قسمت 4524 صفحه 54 ضوابط طرح‌های مصوب توسعه و عمران شهری مساحت آن جزو مساحت تصرف مورد نظر در ساختمون محسوب میشه. در صورت عدم انطباق مشخصات زیرزمین با شرایط بند 44151 که این قسمت هست، چنانچه مساحت و سایر مشخصات زیرزمین ها با الزامات و محدودیت‌های تعیین شده در مبحث سوم منطبق باشه، ایجاد اونها از نظر مقررات مجاز بوده ولی نباید از اونها برای اقامت و اشتغال استفاده نمود. در این حالت مساحت زیرزمین در محاسبه مساحت کل ساختمان، مساحت مجاز کل ساختمان منظور نمیشه، مگر اونکه در طرح‌های توسعه شهری و سایر ضوابط شهرسازی مصوب محدودیت بیشتری برای سطح اشغال و مساحت زیرزمین‌ها تعیین شده باشه که در این حالت آن محدودیت‌ها در حوزه طرح‌های مذکور ملاک عمل خواهد بود. الزامات کلی ساخت و قرارگیری ساختمان. احداث ساختمان در زمین‌های مجازه که از شبکه رفت و آمد عمومی قابل دسترس با سایر الزامات و شرایط مندرج در قرارداد ملی ساختمان و طرح‌های مصوب توسعه و عمران شهری برای محل ساخت بنا منطبق باشد. در زمین‌هایی که فقط توسط راهی پیاده در دسترس هستند، ساخت ساختمان محدود به گروه‌های 1 تا 3 در صورت مجازه که علاوه بر امکان انطباق و مقررات خاص تصرف مورد نظر، امداد رسانی و اطفای حریق نیز برای آن امکان پذیر باشد. در بافت‌های تاریخی مصوب، ساخت بنا و نحوه استقرار آن در زمین باید طبق ضوابط مورد تایید سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری باشد. برای زمین‌هایی میتوان پروانه ساختمان درخواست نمود که امکان اتصال به شبکه آب بهداشتی و شبکه برق داشته باشند. در مناطقی که شبکه آب بهداشتی یا شبکه برق هنوز احداث نشده باشند، بنا به تشخیص مراجع صدور پروانه در صورتی میتوان پروانه ساختمانی درخواست نمود که درخواست کننده نحوه تامین آب بهداشتی و برق رو به تایید نهاد قانونی مسئول رسونده و متعهد بشه که به محض احداث شبکه آب بهداشتی و برق و فاضلاب شهری نسبت به اتصال اونها در مهلت تعیین شده اقدام کنه. مشخصات برکف زمین باید به گونه‌ای باشه که الف با نمای کلی خیابان‌ها و محله‌ها و منظر شهری در موقعیت مورد نظر متناسب و در جهت پیشگیری از ایجاد یا گسترش ناهماهنگی در سیمای شهری باشه. ب. ارتفاع کف زمین در هماهنگی با ارتفاع معبر دسترس و زمین همسایه قرار گیرد. پ. امکان دسترسی مناسب و عادلانه همه متصرفان و استفاده کنندگان از ساختمان فراهم بشه. ت. از خاکبرداری و خاکریزی نامتعارف جلوگیری بشه. تعیین برکف و لزوم اصلاح اون با تایید شهرداری‌ها و یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان بر اساس مقررات ملی ساختمان و با رعایت طرح‌های توسعه و عمران شهری مصوب صورت می‌گیرد. در تعیین محل، اندازه و چگونگی اجرای درس‌های انبساط و انقطاع در ساختمان‌ها علاوه بر الزامات مربوط به سازه و ایستایی بنا برای عدم اتلاف انرژی و آسایش ایمنی متصرفان باید با هدایت مهندس معمار هماهنگی لازم بین مهندسان طراح ساختمان صورت بگیرد. رعایت حریم مصوب در حاشیه عوارض طبیعی از جمله جنگل، دریا، پارک حفاظت شده ملی، چشمه‌ها، رودخانه‌ها، نهرها و مسیل‌ها یا مسیل‌ها برای تمام گروه‌های ساختمانی الزامی است. در صورتی که حریم مصوب وجود نداشته باشد، باید حداقل فاصله 30 متر بین ساختمان و این اراضی حداقل 30 متر رعایت بشه. اینم که باید ببینیم حریم مصوب ساختمان سازی یا همون ساخت و ساز. در طراحی و ساخت مجموعه‌های بزرگ ساختمانی باید ترتیبی اتخاذ شود که در انطباق با مبحث 13 تا 18
این مقررات مکان‌های مناسبی برای پست‌های برق و گاز با رعایت حریم‌ها و ضوابط مربوطه در نظر گرفته شده و از مرحله اول در نقشه‌ها درج شود. در طراحی نحوه قرارگیری و ساخت بنا، رعایت ضوابط طرح‌های مصوب توسعه و عمران شهری و سایر مقررات ساختمان در رابطه با جانمایی ساختمان بر زمین، پاکیت حجمی بنا، تراکم ساختمانی، زیربنای مجاز و جهتگیری تعیین شده با توجه به شرایط اقلیمی در انطباق با مبحث 19 مقررات ملی ساختمان الزامی است. در طراحی و اجرای ساختمان‌ها رعایت حریم‌های مصوب معابر و راه‌ها و تأسیسات بین‌راهی الزامی است. در طراحی و اجرای ساختمان‌ها رعایت ضوابط مربوط به توقف‌های خودرو که 4 5 10 هست هم الزامیه. الزامات همجواری ساختمان‌ها، تصرف‌ها و فضاها. قرارگیری تصرف‌های مختلف در یک ساختمان یا ایجاد ساختمان‌های دارای تصرف‌های مختلف در مجاورت یکدیگر در یک کاربری زمین واحد باید علاوه بر انطباق با این مقررات و سایر مباحث مقررات ملی ساختمان با ضوابط پیش‌بینی شده در طرح‌های مصوب شهری نیز منطبق باشد. همجواری تصرفات در ساختمان باید به نحوی باشد که مسئله اشراف و دید از تصرف‌های دیگر به تصرف‌های مسکونی از طریق سطح نورگذر و بازگوهای پنجره یا درهای ورودی با رعایت ضوابط مندرج در قسمت 4 5 8 در خصوص فضای باز به حداقل تقلیل یابد. نحوه قرارگیری فضاهای مختلف در هر تصرف و همجواری تصرف‌های مجاز در طرح معماری یک ساختمان به تشخیص طراح معمار بر اساس نیاز ساکنین و در صورت عدم مغایرت با مفاد این مقررات و سایر مباحث مقررات ملی ساختمان با تایید شهرداری‌ها و سایر مراتب صدور پروانه ساختمان تعیین می‌شود. تغییر یک فضا یا واحد تصرف به فضا یا واحد تصرفی با کارکرد دیگر تنها در صورت عدم ایجاد اختلال در ایمنی، دسترسی و کارکرد فضاها یا تصرف‌های مجاور و انطباق مشخصات جدید اون فضا و ساختمون با الزامات تعیین شده در مباحث مقررات ملی ساختمون مجازه. در این گونه موارد رعایت مقررات مربوط به تصرف‌های با خطر بیشتر الزامی خواهد بود. الزامات شکل و حجم و نمای ساختمان. شکل و حجم و نمای تمام سطوح خارجی نمایان و قابل دیدن ساختمان باید با مصالح و روش‌های مناسب ایمن، بهداشتی و با دوام و با رعایت مقررات این قسمت نماسازی شود. ساختمان باید طوری طراحی و اجرا شود که شکل و مقیاس و مصالح و رنگ و تجهیزات و سایر الحاقات تمام سطوح نمایان آن و همچنین تناسبات حجم ساختمان از نظر رعایت الزامات مربوط به ارتفاع آن، اندازه و شکل جدارهای نورگذر، پنجره‌ها، پیشامدگی‌ها، فضای نیمه باز مانند بالکن‌ها و غیره با مقررات ملی ساختمان و از ضوابط مصوب توسعه و عمران شهری منطبق بسته به نوع تصرف و موقعیت قرارگیری اون با محیط اطراف و طرح سیما و منظر شهری مصوب هماهنگ باشد. طراحی و اجرای ساختمان‌ها باید به صورتی باشه که حجم و نما و سایر جزئیات نمایان در اونها در تناسب با هویت و موقعیت خیابان و محله و مظاهر فرهنگی طبیعی و ویژگی‌های ارزشمند محیط از جمله سیمای شهری مورد انتظار در موقعیت و کاربری مورد نظر، مشخصات بصری ساختمان‌های موجود شاخص، چشم‌اندازها و عوارض طبیعی و شرایط اقلیمی و جغرافیایی باشه. در نماهای شیشه‌ای ساختمان‌های همجوار بزرگراه‌ها و شریان‌های اصلی عبوری شهر استفاده از شیشه‌های بازتابی مشروط به عدم مغایرت با سایر مفادین مقررات و عدم مزاحمت بصری یا درخشندگی مزاحم برای ساکنین و عابرین به ویژه رانندگان است. در تمام ساختمان‌های دارای نمای شیشه‌ای هم در نظر گرفتن تجهیزات یا تمهیدات مناسب جهت نظافت نما از جبهه بیرونی به گونه‌ای که در نما و حجم ساختمان تاثیر نامطلوب نگذارد الزامی است. انتخاب نوع، تعداد لایه‌ها، ضخامت شیشه باید مطابق با مبحث 5 و 19 مقررات ملی ساختمان
و استانداردهای ملی ایران صورت پذیرد. استفاده از نماهای شیشه‌ای پیوسته در ساختمان‌های مسکونی مشرف و معابر ممنوع است. در ساختمان‌های غیر مسکونی گروه‌های 6 و 7 و 8 دارای نمای شیشه‌ای پیوسته رعایت عقب‌نشینی با فاصله افقی حداقل 2 متر بین خط نمای شیشه‌ای پیوسته تا حد محدوده زمین الزامی است. طبقه همکف ساختمان می‌تواند از رعایت این عقب‌نشینی مستثنی گردد. تمام سطوح شیشه‌ای با عرض بیش از 90 سانتیمتر و مساحت بیش از 1.5 متر مربع که در مجاورت فضای باز یا معبر قرار دارند باید از شیشه ایمن و غیر ریزنده باشد. مصالح نما باید بدون مغایرت با مباحث دیگر به روشی مناسب به ساختار اصلی ساختمان و اتصال کافی و مناسب داشته باشد تا خطر جدا شدن از فرو ریختن نما به وجود نیاید. علامت گذاری و نصب هر گونه تابلو تبلیغ و آگهی بر سطح خارجی نمای ساختمان باید تابع الزامات مبحث 20 مقررات ملی ساختمان باشد. ساختمان باید به نحوی طراحی و با مصالح و روش‌های ساخته بشه که تمام سطوح خارجی و نمای اون ضمن انطباق با الزامات مبحث 5 و استانداردهای ملی مصالح ساختمانی که تو مبحث 5 کلی استاندارد گفته در برابر عوامل جوی متعارف در منطقه اقلیمی و جغرافیایی مورد نظر مانند یخبندان، کجباران، تابش آفتاب، هوازدگی و نفوذ گازهای مضر مقاومت کافی داشته باشد و با عملیات نگهداری و تعمیرات لازم دوام و کارایی اون حفظ. درس‌های انقطاع و انبساط باید در نما و بام ساختمان‌ها با مصالح و روش‌های مناسب بازیافت. الزامات پیشامدگی ساختمان: پیشامدگی‌های مجاز در معابر عمومی با در نظر داشتن محدودیت‌های گفته شده در قسمت 4.454 از نظر این مقررات به شرح زیر است. الف پیشامدگی طبقات یا بخشی از آنها از بر زمین سطوح طره ساختمان به میزانی که در طرح‌های توسعه شهری تعیین میشه. ب پیشامدگی سایه‌بان یا بارانگیر بام از حد ساختمان به میزان حداکثر 80 سانتیمتر در صورتی که حد زیرین آن از بالاترین نقطه کف معبر حداقل 3.5 متر ارتفاع داشته باشه و حد پیشامدگی اون از لبه سواره‌رو حداقل 80 سانتیمتر فاصله افقی داشته باشه. حسابات و پل هوایی که بین ساختمان‌ها بر روی کوچه‌ها و معابر فرعی احداث میشه مشروط به مجوز طرح‌های توسعه شهری و اخذ مجوز از شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان در صورتی که حداقل 3.5 متر ارتفاع حد زیرین از معبر رعایت شده باشه. 3. تابلوها و سایر عناصر الحاقی به ساختمان منطبق با مبحث 20 و سایر ضوابط طرح‌های توسعه و عمران شهری مشروط بر اون که لبه خارجی اونها بیشتر از 90 سانتیمتر با لبه جدول سواره‌رو فاصله افقی داشته باشه. ج. درگاهی و لبه کف پنجره، نیمستون چسبیده به دیوار، قرنیس‌ها، لوله‌های آب باران، پله یا شیبراه ورودی و دیگر عناصر ساختمانی که در ارتفاع کمتر از 3.5 متر از کف معبر مجاور باشه نباید بیش از 0.1 متر یا 10 سانتیمتر در معبر عمومی پیشامدگی داشته باشند. چه درهای ساختمان‌ها و درهای تصرف‌هایی که به سمت بیرون و معبر عمومی باز میشن ضمن لزوم نصب علائم احتیاط نباید در حالت کاملا باز بیش از 10 سانتیمتر وارد حریم معبر بشن. پیشامدگی‌های مجاز ساختمان‌ها در داخل محدوده مالکیت. پیشامدگی مجاز ساختمان در داخل محدوده مالکیت با در نظر داشتن محدودیت‌های گفته شده در قسمت 4.454 از نظر این مقررات به شرح زیر. الف پیشامدگی طبقات یا بخشی از اونها از لبه نمای خارجی طبقه زیرین مشروط بر آنکه پیشامدگی در داخل محدوده سطح اشغال مجاز مصوب شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه قرار بگیره
و ارتفاع حد زیرین اون تا بالاترین نقطه کف زمین حداقل 2 متر و 70 سانتی متر باشه. ب. پیشامدگی سایه‌بان یا بارانگیر بام به میزان حداکثر 80 سانت از حد ساختمان در صورتی که ارتفاع زیرین اون از بالاترین نقطه کف زمین حداقل 2 متر و 70 سانتی متر باشه و فاصله اون پیشامدگی از محدوده زمین مجاور حداقل 80 سانتی متر فاصله افقی. پیشامدگی مجاز زیرزمین: هر گونه پیشامدگی زیرزمین و اجزای ساختمانی آن خارج از محدوده مالکیت و در معابر عمومی ممنوع است. تعبیه مجراهای خارجی نور و هوا در محدوده ملک و خارج از سطح اشغال تعیین شده و مشروط به اخذ مجوز از شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و در صورت مجازه که برای مقاصدی غیر از تأمین نور و هوا مورد استفاده قرار نگیرد و الزامات قسمت 459(2) در اونها رعایت شده باشه. صفحه 67. این مجراها بسته به فضاهایی در زیرزمین که نیاز به نور و تهویه دارند میتونن در کنار جبهه‌های آزاد بنا ادامه پیدا کنند و کف اونها نباید جزئی از مساحت زیرزمین محاسبه بشه. پیشامدگی زیرزمین به عنوان بخشی از ساختمان در داخل مرز مالکیت و خارج از محدوده اشغال اعلام شده توسط شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه مشروط به انطباق با ضوابط طرح‌های مصوب توسعه و عمران شهری و اخذ مجوز از مراجع یاد شده است. این پیشامدگی باید تابع الزامات زیر باشه: تراز روی سقف اون بیشتر از بالاترین تراز مجاز برای محدوده ساختمون نباشه و باعث اختلال در عملکرد نورگیری و سایر الزامات فضایی ساختمان، محوطه اطراف آن و ساختمان‌ها و زمین‌های همجوار نشه. در صورتی که از سقف اون برای عبور وسایل نقلیه و به ویژه ماشین‌آلات و تجهیزات امدادرسانی استفاده بشه، باید مقاومت مکانیکی لازم برای تحمل وزن اونها رو در حین تردد یا عملیات امداد داشته و دچار نشست و ریزش نشه. در سقف اون الزامات آیق‌کاری رطوبتی و هدایت و دفع نزولات جوی مشابه بام ساختمون رعایت شده باشه. پیشامدگی زیرزمین نباید موجب تغییر مشخصات فضای باز، محوطه و ساختمون بشه. همچنین در تأمین حداقل الزامات مربوط به اونها مثل سرانه فضای سبز و سایر تجهیزات الزامی در محوطه و پایداری و ایمنی ساختمون اختلال ایجاد نکنه. محدودیت پیشامدگی‌ها در ساختمان: پیشامدگی‌هایی که در این مقررات مجاز اعلام شده است در موارد زیر محدود یا ممنوع می‌شود در صورتی که با سایر الزامات یا محدودیت‌های تعیین شده در ضوابط طرح‌های مصوب توسعه و عمران شهری و مقررات مباحث ششم و هشتم برای پیشامدگی‌ها مغایرت داشته باشه. در صورتی که برای تأمین منافع عمومی محدودیت‌های دیگری توسط مراجع قانونی مسئول تعیین شده باشه. پیشامدگی در معابر با پهنای کمتر از 12 متر و در معابر موسوم به بزرگراه‌ها مجاز نیست مگر آنکه در طرح توسعه و عمران شهری یا ضوابط شهرسازی مصوب ضمن رعایت سایر الزامات پیشامدگی به گونه دیگر تعیین شده باشه. هیچ گونه لوله‌کشی، کانالکشی تاسیساتی نباید در جدار خارجی پیشامدگی طبقات و بام تعبیه بشه. هیچ قسمت از ساختمان نباید به داخل حیاط‌های کوچک محدود پاتیوها که برای نورگیری و تهویه فضاهای ساختمان تعبیه می‌شوند پیشامدگی داشته باشد. پیشامدگی در معابر نباید در حریم خطوط انتقال نیروی برق قرار بگیرد. الزامات تأمین امنیت ساختمان‌ها و ایمنی متصرفین: تأمین ایمنی ساختمان در برابر سوانح طبیعی و امنیت فردی متصرفین و بهره‌برداران ساختمان ضروری است. الزاماتی که ایمنی ساختمان و
امنیت بهره برداران را تعیین می‌کند باید در طراحی ساختمان‌ها لحاظ بشود. ایمنی متصرفین به‌ویژه افراد دارای معلولیت و کم‌توانان جسمی حرکتی در حریر از اهداف اصلی مقررات ملی ساختمان است و تمهیدات در نظر گرفته شده برای حریق در سوانح دیگری چون زلزله نیز پاسخگو است. بنابراین رعایت مسیرها و دسترسی‌های خروج و دیگر تمهیدات مانند فضاهای پناه در بند 4912 این مبحث و دیگر مقررات ذکر شده در مبحث سوم این مقررات الزامی است. به منظور ایمنی بیشتر متصرفین در سوانح و به‌ویژه زلزله امدادرسانی از خارج ساختمان به متصرفین و بهره برداران از طریق جایگاه و بازجوهای امدادرسانی مندرج از 4912 الزامی است. به منظور تأمین امنیت ساختمان‌ها و تصرف‌های در دست بهره برداری تدابیری اتخاذ شده و در بند 4912 ارائه گردیده که جهت حفظ منابع و دارایی مردم رعایت آنها الزامی است. این قسمت پایین برای الزامات مناسب‌سازی ساختمان برای افراد دارای معلولیت و کم‌توان جسمی حرکتی در طراحی و اجرای ساختمان‌ها و محوطه‌های مجتمع‌های ساختمانی رعایت آخرین ویرایش ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی حرکتی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری توسط مجلس صدور پروانه و مهندسان طراح و مجری ساختمان الزامی است. در طراحی و ساخت مجتمع‌های مسکن اجتماعی و حمایتی و آپارتمان‌های شخصی به ازای هر 20 واحد مسکونی حداقل یک واحد مناسب سازی شده برای معلولین و کم‌توانان جسمی حرکتی در نظر گرفته بشه. خب این هم فصل 4 بود که جاهای مهم کم نداشت و خب باید اینا رو کامل یاد بگیریم و مخصوصا پیش آمدگی های. امیدوارم که از این جلسه هم لذت برده باشین. تا جلسه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ.